بین تربیتگیرندگان کودکستان‌های ناحیه باباجان غفورов دوری ناحیوی آزمون شکوفه‌های استقلال برگزار گردید. آزمون مذکور در عملی شوی برنامه دولتی آموزش مقصدناک رشد علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی برای سالهای 2021-2025 و برنامه دولتی تکمیل و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان دایر گردید. پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان برای کودکان، برای نسل نورس تمام شرایط ها را فراهم آوردند تا در آینده شخصان دانشمند و بزرگ شده کودکان ما آینده ساز وطن باشند، تاجیکستان را آباد سازند و میگویند که کودکان بخت و سعادتی روزگاری پدر و مادر می باشد. برگزاری این آزمون اولا به ما به آن امکانیت می دهد که ما کودکان را به مکتب آماده سازیم و دومین کودکان را همچون کودکان وطن پرور، وطن دوست، خودآگاه، میهم پرست تربیت نموده باشیم. در حقیقت کودکان نعمتی بی‌بها، سرمایه انسانی، آینده امروز و فردای عائله و ملت بوده. حمایه حقوق، حفظ سلامتی و حیات آنها، فراهم آوردن شرایط برای تحصیلات آنها از جمله سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولت می باشد. در دور ناحیوی آزمون شکوفه‌های استقلال 8 نفر تربیتگیرندگان از 25 کودکستان‌های ناحیه بین خود قوه‌سنجی نمودند. از چنین گذرانیدن آزمون کودکان باز هم زیرک و هوشیارتر می‌گردند و ما مربیان همیشه می‌خواهیم که کودکان را در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی آماده نماییم. این چنین کودکان در آینده باید پرچمبردار جمهوری تاجیکستان گردند. جامعه جهانی با درک مسئولیت آینده بینی کنونسیون حقوق کودک را 20 نوامبر سال 1989 در اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد قبول نموده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با درک عمیق مسئولیت بهر آبادی و شکوفایی و آینده امیدبخش کشور در نزد پدر و مادران و مربیانی که به تربیت کودکان و نورسان مشغولند وظیفه‌های نو به نو را می‌گذارند.